طربخانه بورک با درود و سپاس مزه پسندان را پذیرایی میکند. این همه مدت با پیشنهاد لذیذترین انواع غذا ما باوری شما را به دست آوردیم. از این به بعد باز هم لذیذتر و بالاتر و زیباتر. بورک، فضای کاملا دوستانه. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. اگه نوشم نی نیشم چرایی، نمک پاش دل ریشم چرایی، نمک پاش دل ریشم چرایی. خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس توی مامانده بی کس، کس بی کس توی مامانده بی کس. اوه براو، موی بدنم سیخ شد از این احساس، از این صدای زیبا و مطمئنم شما نیز کنجکاو شده میخواهید بدونید که صاحب این صدای زیبا کیست. نمیگویم. شوخی کردم. حتما که میگویم. با درود برنامه نوبتی ناگفته ها رو قسمت میکنیم با شما. مهمانی برنامه من دادم مهرانگیز حسنова. بیا بیا کیزی مهرت با جان همه گردم ما. سلام علیکم. علیکم السلام جان. من سلام همه دوستداران برنامه ناگفته ها را، برادرها و خواهرها و مادرها، خلاصه همه را به شما میرسونم که در هر گوشه دنیا هستند. تشکر زیاد. من نیز در قطار خود سلام گرم و جوشان خود را به تمام کل بینندگان برنامه ناگفته ها میرسونم، شخصا به شما، کارمندان شما. من اصلا یوتیوب رو مورد جستجو همیشه قرار میدم. میبینم که در یوتیوب چی نویگری هست، از میان هموطنهای ما کی چی چیز جالب پیشکش کرده است و میخواهم این گونه افراد رو به برنامه دعوت کنم تا هنرشون تشویق و ترغیب شود. همین گونه من برخورد کردم با چند موزیک ویدیوی مهرانگیز و شما نیز میتوانید از جستجوخانه یوتیوب موزیک ویدیوهای مهرانگیز رو پیدا کنید. مهرانگیز حسنova، صاحب صدای فوق العاده. خلاصه پیدا کردم و تصمیم گرفتم که به برنامه دعوتش بکنم. کوفته جستجو کرده، رقم تلفنش رو یافتم و تماس گرفتیم. امروز مهرانگیز مهمان عزیز ما است. سوال نخست، راجع به خودتان حرف بزنید. از کجایید شما با این قدر صدای زیبا؟ در دوشنبه به دنیا آمدم و به بایا رسیدم. در همین جا مکتب خواندم، اینجا تحصیل کردم. از سن خردسالی تا امروز در همین جایم. کی مطمئن شدید که میتوانید آواز بخونید؟ راستی از دوران خردی از طرف پدریم همه معمار هستند. همه معمار هستند، لیکن پدرم بسیار یک شوق داشتم به نواختن اسباب‌های موسیقی و همین کی وقتی که خود در یادم هست هم پدرم می نواختن. رباب می نواختن، تور می نواختن، اسباب‌های توری. بعدی چند یمخه‌های میده پیدا شده بودن. سالهای پیش بود. یک تا یمخچه داشتیم، همون خیلی نوازش میکردن، منم گوش میکردم. یک وقتی که خوابشون میبرد خانه با منم همون میگرفتم و نواخته. نوتنم نمیدونستم، مثلا گراماتیک نوتایم نمیدونستم، هیچی نداشتم. لیکن یک پیدا شد. دیدم که همین چیز زیادتر شدن گرفت. همین مهرش هم زیاد شد و بعد این وقتی تلویزیون با آینه نگاه به بسیار صنعتکارای نگاه میکردم. اون وقت کی بودم؟ اون لالا عزیزه بود. اون وقت محرم شریفه بودن. لالا عزیزه رو تقلید میکردید؟ سروداشون رو دوست میداشتم. من نمیدونم یا حیات بود. از لالا عزیزه کدام سرود مثلا؟ های من میمورم به زیره دندونت، های بر خورخوری ماشین و لبی خندونت، های هرگه که تو ماشین سوار میگذری، های احوالی من فقط خدا میدوند. جان
بسیار یک شیرین صدا دارم. کس استادی من هستن. من زمین تا آسمان می ندارم چون یکمین نفری هستن که از خوردی از همون خوردی باور کردن. بعد 12 سالم اومدم گفتم پلولا جان من بیام، گفتن حتمی بیا. علمی آوازخوانی رو از بر کرده اید؟ پیش وقتی که همین یک مهر و شفقتم پیدا شد تا صنف 4 من مکتب میانه میخواندم. بعدا مادرم زاری کردم، گفتم التماس من به مکتب موسیقی برید. بردن، خدا به شکر بردن. یک مدت 2 سال تا 2 سال من مکتب اینترنتی موسیقی بخواندم. ملکه صابرова. آزیم راتولا تو بسیار مکتب قوی است. خیلی. بله. استادانش هم اون وقت بهت خوب بودن، مثلا محاضره نمیدونم، پیشتر وقت خیلی خوب بود. درسشون هم خوب بود. همونجا میخوندم. در کدام رشته اونجا تحصیل میکردید؟ آوازخوانی؟ فورتپیانو میخوندم. یعنی شما پیانینو نواخته میتونه بانید؟ حاضر نیست دیگه. چون تا یک 12 سال خاموشی بود. نه نواختید؟ نه نواختم. در خانه ندارید فورتپیانو؟ داشتم. چی شد؟ راست دیگه داشتم و یک وقت بود تا از سال 2005 تا سال 2010 من سرودخوانی میکردم. مهرانگیز فقط نگویید که یک کورتای زیبا رو در پشت شیشه مارکت دیدید و فورتپیانو رو فروختید و رفتید کورتا رو خریدید؟ نه. چی شد؟ گفتنم قین به خاطر که کمتر ممکن که مادرم بمونم ده حالتی ناگوارم مونم و بسیار کمک. اما میتوانید نگویید اگر نخواهید؟ اگر ممکن باشد. خیلی خوب گذاشتیم. ولی به هر حال فکر میکنم که باز اون اتاق زیبای شما رو در آینده یک پیانینوی سپید خاکستر رنگ بگذار، همین گونه یک پیانینوی با رنگ خاکستری خانه شما رو در آینده آرا بدهد. شب بارانی محزونم نشستم کنج تنهایی. مکتب اینا رو ختم کردید و با کجا داخل شدید؟ مکتب اینا رو ختم کردم، راستی 3 مکتب بالش کردم. اول میخواستم به رشته حقوق شناسی روم. چرا؟ چرا با این همه هنر، با این همه زیبایی شما میخواید حقوق شناس بشید؟ نه من راستی که خودم هم نمیخواستم. من تا حدی که توانستم نگفتم، زاری کردم. این خواهش شما نبود؟ این خواهش من نبود. راستی گپو مجبور کردند. حاضر در سن و سالی که مثل من حاضر هستم، اون وقت کمتر خورتر بودم، نمیفهمیدم. چی میگفتند؟ میگفتند وزنین است برای دختر. اصلا برای دختر نمیپرسید که چی وزنینی دارد؟ سال 2009 بود وقتی که کنسرت ها تشکیل میکردن. کنسرت های کودکانه بود. 1 میلیون تشکیل میشد اگر خاطرتان باشد. بله. همون نواربرداری، همون ثبتی، همون برنامه با آخران با رفتم. دختر قدرت از صنف 9 بودم. نه اونقدر کلان بودم و نه اونقدر خورد بودم. قدرت بودم. وقتی که برآمد داشتیم، همراه رامیز پرویز برآمد داشتیم. یک جای پسری پرویز پولادی. یک جای دویت میخوندیم. وقتی که از صحنه برآمدم، برنامه تمام شد، ثبت کردیم. از صحنه برآمدم، مادرم با یک غضبیت گفتن با همین گویا آخران برآمدی تو شد و جمع کن میری. چرا؟ همونجا با فکرم یک 2-3 مرد شتگی یکم گپ گفتن که مقصد من پروانچکو برای ما کلان شده است. مردهای کثیف گفتند که این نوجوان ها، این دخترک ها برای یعنی عیش و عشرت ما بزرگ می شوند. همون وقتی که مادرم آمد راستی که گفتن که من قبول دارم که تو صنعت دوست داری، من همون دوست داری هم دوست می دارم، لیکن تو برای من عزیزتری. مثال آینده تو بچه وقتی که پسر باشه دیگه گپ، لیکن وقتی که تو دختر هستی اینجا به برآمدن این راه برفتن خیلی مشکل میشه. پگه آینده مقصد فرزندات فکر میکنی، عموما در اولیداریتان وزبین میشد. خیلی میخواهم از مادرتان بپرسم که اون مردهای کثیف کی بودند؟ منم راستی گپ نپرسیدم چون به حد در غضب بودم. بعد همون خونه به همون فورتپیانو که گفتم ما امروز خیلی بی‌تمیزها. ببینید
از برای یک حرف ناجوی شما انسان میتواند سمت راهش را در زندگی عوض بکند، ولی هنر این یک چیز پاکیزه است، اهدا از خداوند است. فکر شخصی من که همین خود صنعت برای من یک جای پاکیزه است. بچه شد مادر زده بخونه. خدا به شکر نزدن، لیکن همون فورتپیانه که شما پرسیدید خانه به فورتپیانه بود. بعد همون وقت همون فورتپیانه زده مایده کردن پیش چشمم. دو سه آدم خیلی مقصد گفتن که همین خیلی حادثه شد. چیز نه مقصد که نباشد همین خانه اكو مقصد که دو سه آدم کی من میخواهم بفهمم که کی این اسباب خیلی زیبا رو شکست. پیش چشمم شکستن. راستی که او وقت هم خوردی همین چیز برای تو عزیز است، همین چیز برای من عزیز بود. عکس العمل شما چی بود؟ واکنشتان در لابلای شکستنی اون چیز نادیره که برای شما ارزش خیلی بلند داشت؟ همونجا دلم شکست. همونجا دلم شکست. کمترم نه زیاد غمگینم شدم، لیکن گذشتی سالها که بعد فهمیدم که دل مادر فهمیده نمیشد است. این به خاطر خوبی من میکرد است که مقصد فرزند من ممکن هازی نمیفهمد، خوب بهتر فهمد. دو کثافتی که نشستند و در بهای شما که یک دختری نوجوان بودید این حرف ها رو زدند، البته دل مادر لرزید. من میفهمم 100% درک میکنم مادر شما رو. منم بعدا فهمیدم که ارزو جون. اما فورتپیانو دیگر برنگشت. عموما برنگشت، لیکن در خاطرم ماند چون زیبا بود. شکستند، پاره کردند. پاره هایش رو کجا کردند؟ با تبر. پاره های فورتپیانو رو چیکار کردند؟ سوزاندند. در کجا؟ فقط نگویید که سوزاندند و در تنور نان پختند و خوردند. نکو نان خودمون نخوردیم، لیکن نان پختند. نان پختند شاید تقسیم کردند. چقدر نانی سنگین، نانی که سخت‌تر از سنگ است. میخواهید که فورتپیانو داشته باشید؟ البته این یک آرزوی دل بنده است. و سرودهای هستند که فقط با فورتپیانو میزیبند سراییدنشان. اصلا اگر فورتپیانو باشد شما کدام سرود رو میتوانید بسرایید؟ گاهی از آتشی گاهی میسوزی و راهی جز به کسی نیست، تنها میمانی و تنها جان میکنی اما دل واپسی نیست. این ترانه است که راستگاه بعد مرگ پدر گوشم رسید. من همین سوال رو دادنی بودم که شما راجع به پدر با فعل زمان گذشته حرف میزدید، میگفتید که پدرم رباب مینواخت، اسباب های تاری مینواخت و در ذهن من پیدا شد که چرا مینواخت و حال الان نمینوازد؟ خدا رحمت کند. تا 5 ماه میشود پدرم نیستن. اگر شنیده باشید روزی 2 می بود. 2 می از بلندی 350 متر 6 نفر کارگران در سمت بدخشان به نظر من. درواز. میدونم. در این فاجعه پدر شما بود؟ یکی از اونها جان باخت. چند ساله بود پدر؟ 50. شما چند نفر در عائله؟ 3 نفر. یک پسر دو دختر؟ 2 دختر یک پسر. از همه خوردیم پسر. بزرگترین اپم مهرانگیز حسن زاد. مهرانگیز حسن زاد. دختری حسن. کدام حسن؟ چی کاره بود؟ راجع به پدر حرف بزنید. حسن پدرم معمار بودن. گفتم که همین عائله پدریم همش معمار بودن و از جهت کنسترکتور، از جهت عموما سوی ساختمان بودن. من هم معمار بودم، پدرم هم معمار بود. کارخانه شخصی لایه کشی داشتن. ما اصلا از پدر سال 2004 بود جدا بودن. پدر مادرم جدا زندگی میکنن. پدرم عائله دیگر گرفتن، مادرم هم عائله دار شدن. گویا که از پدر با هم زندگی نمی کردیم، که یک جا کار میکردیم. هر روز میدیدیم، روزهای شنبه یک شنبه بخوریم. یعنی این محبت برقرار بود؟ خدا به شکر
рафт омад доштем, нигоҳубин мекардам. مادر مقابل نبود؟ не. معماری حرفه شما از تحصیل کرده در رشته معماری یا اینکه همین خیل در کارگاه پدر رفتید و دختری رئیس کار کردید؟ نه تصادفی شد. دلم رنجیدگی بود. میخواستم که رشته صنعت بروم. اما که نماندم. گفتم این طور که باشد کسبیت پدرم میگیرم. یک وقت بود میخواستم سایه تیب روم. چون بسیار تیبم دوست میدارم. کنجکاوم هستم. با فکر کردم راستی که ترسیدم. گفتم یک مبادا یگون کسل یک باراتر کسل کنی اگر جوابگاریش زیادتر میشد. پدرم گفتن آخه اونجا یک نفر. و تو وقتی ساختمان با 1 میلیمتر خطا کنی اونجا 10 نفر. با ایستادم گفتم نه من همه رشته میرم. اما واقعا شما خود طبیب هستید، با این صدای زیبایتان شما طبابت میکنید روح انسان ها را، آرامش میبخشید به انسان ها. این هم یک نوع پزشکی است. همین انتخابم هم تصادفی شد که رفتم به ساحه معماری. 3 سال اول که میخوندم هیچ دوست نداشتم معماری. پدرم هم میدونست. میگفتن که بچه همی من کنسرواتوری جوی مجبوری کار میکرد. مجبوری هم کار میکردم، مجبوری هم میخوندم. چه خیلی شد که اوسته همی کسبیتم هم دوست داشتم. در زمان حاضر الان خیلی دوست میدارم. معماری رو دوست میدارم. یگان لایحه معماری خودتون رو عملی کردید که ببینیم در شهر بگیم از کنارش با ماشین بگذاریم میگم که این بنا رو مهرنگیز ساخته است. زیاد. چه پایافزالی ناحیه تیمورملک، کراسفیتی طرف استقلال، قسمت ارکیتکتورش. خب دنیای نو لایحه ماست در کوچه ساحلی. در کوچه ساحلی شخصا من وای ندارم از طرف کارخانه. خوب باز بسیار خونه استقامتی دارم. زخمی تر از همیشه از درد دل سپردم سرخورده بود. ترانه گوگوش جان. ترانه گوگوش. دوست دارید گوگوش رو؟ به حد یعنی چقدر؟ لااقل تقریبا بگویید که حدودش چقدر است این دوست داری رو؟ از زمین تا آسمان، بازم تا زمین. اما من دویم فکر میکنم که به اندازه من نه. شاید. من هم طرفداری ارشد، دوستداری هنر گوگوشم. به هم توست. عموما ما هم داریم زیاد صنعتکارانی هستن که من ظفر ناظم گوش میکنم. من بسیار جورابک مراد گوش میکنم. من جورابک مرادوف گفتید؟ جورابک مرادوف هم گوش میکنم چون سرودکای دارن که شخ ظفر ناظم، جاویدان ناظم. از ابتدای برنامه چون چند ترانه که شما زمزمه کردید همش ترانه های غم انگیز بودن و حالا گفتید که هنرمند مردمی پسندیده رکنی خیلی استواری صنعتی تاجیک جورابک مرادوف ترانه های شخ بسیار دارد. شخ یعنی چی؟ بیاید یک شخ پیشکش کنیم. دفترچه دارم اگر ممکن باشد. دفترچه رو بدید. من از نوار برداران خواهش میکنم که دفترچه مهرنگیز رو پیشکش بکنن. خوب رحمت کنم. تشکر زیاد. قصد جفاها مکنی ور بکنی با دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من. قصد جفاها مکنی ور بکنی با دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من. عجیب. راجع به گوگوش حرف زدیم. شنیدید که گوگوش در سرتاسر دنیا توری خداحافظی دارد. نظر شما چیه؟ بسیار غمگین شدم که ترک صحنه میکند. لیکن میفهمم که از جهت سلامتی تندرستیشم، از جهتی که سین و سالشونم هست، شاید خستم شده باشم. از ترانه های شوخی گوگوش چیزی نمیسراید؟
اونجا که پشت دیوار که سایه‌شو من میبینم شاید خواب میبینم برگشته پیش من امید آخرینم اگه اون که گم شده یه روزی پیدا بشه قفل زندون دلم با کلیدش وا میشه همه خوبی ها رو هم روش میاره دست خوبشو تو دستم بذاره من زورقی شکستم اما هنوز طلایی. مادر به چی کار مشغول بود در صورتی که پدر با شما زندگی نمیکرد؟ مادرم کار میکردن آموزگار هستن در همون وقت دانشگاه پلیتکنیکی به کار میکردن 5 سال آخر شد در دانشکده فرهنگ و صنعت با نام میرزا ترسونزاده. از کدام فن درس میدن؟ زبان ادبیات. خیلی پسیکولوژی درس میدن. سال 2020 بود وقتی که دانشگاه پلیتکنیکی ختم کردم و یک مدت کار کردم اومدم گرفت همه چیز بازم اومد بعدی که یک 12 سال خاموشی بود به حد اذیت کشیدم روحانی اذیت کشیدم درونی اذیت کشیدم هیچ وقت نمی گفتم که مادر زیق نشوند یا روکش نمی کردم که ما شما گفتید من همین ترک کردم خودشون هم می دیدن و فکرم که استا می چیز آمد بعد یک روز تصادفاً با همراهشون کار برفتیم دانشکده فرهنگ و صنعت برفتیم همون چی کارشون افتید و گفت من رفتم کارم حل کنم همراهی من بیا بعد میریم از قفای کارمون میشیم رفتم در یک صنف خونه امتحان رفت است مادرم گفت رفته این فرزندی منم خواند خودشان با دست خودشان نفری که زمان ترسید که دخترم را این بد کردارها از من میدوزند بالاخره آمد و گفت که فرزند من برود تحصیل بکند. واو رفتیم اونجا روز دیگه بی‌حد هیجان بودم در یک ترس بودم قبول کردم. صدای شما خیلی شیرین است. اسلحه مهمترینی هنرمند آوازخوان همین است که شما دارید این چیز رو. خدا با شکر رفتم به فکرم سرود مادر بود زمزمه کردم از ظفر نازیم بود بی‌حد سرودشون رو دوست می داشتم بعدا پسرشون هم زمزمه کرده بودن جاوید نازیم. کدام؟ یا چه جان جان و جهان بر تو فدا روز و شب و سال و مه بلب نامی خدا میشد که نمیشده مایی آچه جدا یک دولت یا چه داری بر شاه و گدا میشد که نمیشده مایی آچه جدا یک دولت یا چه داری بر شاه و گدا ای چه جان غنیمتی هر لحظه دردات درو کردم و بستم درزه ای چه جان غنیمتی هر لحظه دردات درو کردم و بستم درزه آچد میگومه بند جگر میلرزه آچه به همه گنج جهان میرزه. و سپاس میگویم با اوچه شما با مادر شما سپاس میگویم برای تربیه این دختر تناز و پاکیزه و زیبا. سپاس بر شما. و مهرانگیز سوال آخرین من راجع به خودتان ازدواج کردید در کدام حالتی اجتماعی قرار دارید راجع به خودتان حرف بزنید. یک روز می سوال دادن گفتن اولی دار هستی نیستی از سرش من گفتم خدا با شکر که اولی نه خدا با شکر که حاضر نه خدا با شکر گفتم اولی نه یعنی با نظر داشته اون چیزی که امروز ها میبینیم
در حیات جوانان. نیازش اولیدار نیستم. بسیار خوش آمدید به برنامه نگفته ها. می‌دارم برای دعوتتون. من می‌خواستم یک قصه رو نقل کنم. خب سال 2021 بود شاید. وقتی که زنگ زدید درست من حیران شدم. یک وقت با همراه اپام شدیم خانه بعدم برنامه شما نو برآمدش بود. بعد یک برنامه تو نو برآمد. چخش تو تماشا کردم و وقت درست که یک تا سرودم ثبت کردم مونده بودم خانه ما بودم در سامانه میرفت. بعد شیسته چوی خوردیسته بودیم بعد این نماز شام بود. اپام گفتم که روزی میرسد آرزوی صیف منم دعوت میکند. گفتم انشالله دعوت میکند. اپام گفت مقصد میبینیم. وقتی که زنگ زده در گوشه که تلفن با همراه اپام صحبت داشتم همون زمانم. یکی زنگ زدید من رقم شما در تلفنم بود. یکی برآمد نمراتون دیدم رقمتون گفتم فرنگیز. من با آرزوی زنگ زدم. خواهر بزرگ شما فرنگیز قدرتی اندیشه و قدرت حرف انسان رو دیدید؟ یعنی حرفی که چند سال پیش در حضور شما گفته شد که من یک روز نه یک روز به برنامه پسندیده می آیم، چقدر قدرت و جاذبه داشت که امروز این حرف عملی گشت و شما خودتان فرنگیز شاهد این هستید. یعنی آرزوها عملی می شوند. فقط دامان آرزو را ما باید سخت بداریم، با انگشت و با دستان و با چنگال رها نکنیم. دامان آرزو را باید تا هستیم، نفس هست و زندگی هست، باید همیشه و همیشه به دنبال آرزوها باشیم. آرزوها را رها نکنیم. آرزوها عملی میگردند. مطمئن باشید. فرنگیز و در سیمای فرنگیز به همه مردم میگویم که باور کنید، به عملیگردی آرزوها باور کنید. این اعتماد را شکست ندهید. مهرانگیز برنامه نگفته ها این محدودیت ندارد، صد ندارد. ما بعد از یک سال باز میتوانیم یک نگفته های دیگر با اشتراک شما تهیه کنیم از نگفته های تازه زندگیتان. شاید بعد از یک سال شما صاحب فورتپیانو شوید، یا بعد از یک ماه نمیدونم، یا بعد از یک ساعت. شاید معجزه هستین. ولی صاحب فورتپیانو شدن شما هم این حادثه است که باید در نگفته ها راجع به آن حرف بزنیم. گفته شد. بسیار نگفته ها دارم، لیکن بعدی در برنامه های آینده انشالله وعده میدید؟ وعده میدم. قبول. برنامه رو اینجا به انجام میرسونیم. موفقیت تمنا میکنیم به مهرانگیز حسن و در آینده باز برنامه های جدید با اشتراک این سراینده جوان خوش صدا تهیه خواهیم کرد. حالا باشد خداحافظی میکنیم. خدا نگهبانی هر یک شما باشد. سلامت باشید.